مرکز تحقیقاتی زیرکلا در پی یک نظرسنجی میان سیگارکش‌ها معین کرده است که 59% آنها می‌خواهند در آینده نزدیک از کشیدن سیگار دست بکشند. زیاده از 5 میلیون نفر آدمون می‌خواهند. این نظرسنجی تحت عنوان مناسبت اهالی عاید به استفاده سیگار و ناس که میان 1016 شهروند تاجیکستان گذرانیده شده است، روز 30 می ضمن یک نشست در دوشنبه معرفی شد. طبق نتیجه این نظرسنجی 33.6% پرسیده شدگان گفتند که در سن از 16 تا 20 سالگی با کشیدن سیگار شروع کردند. با قول ایگور پاکانوویچ، رهبر نمایندگی سازمان جهانی تندرستی، 17% کلانسالان تاجیکستان سیگار میکشند. او میگوید هر پنجم شهروند تاجیکستان سیگارکش هستند. بنابر همین سطح استفاده تماکو پیشگویی می شود که از همه 467,000 سیگارکش 233,000 تن آنها از حساب بیماری های مربوط به سیگارکشی دچار مرگ زود هنگام می شوند. در صورت روی دست نگرفتن اقدام های جدی این نشانداد می تواند بیشتر شود. بر طبق بیان نماینده سازمان جهانی تندرستی، تاجیکستان در تقسیم بندی حدودی این سازمان به منطقه اروپا داخل می شود و به قول وی همه ساله در این منطقه 1.5 میلیون نفر با شمول شهروندان تاجیکستان از سبب سیگارکشی می میرند. احتمال خروج سرطان سیگارکش ها 20 مرتبه بیشتر از آنهای می باشد که سیگار نمی کشند. سیگارکشی در 90% موردها مردان را و در 80% زنان را گرفتار بیماری سرطان می کند. این هم در حالی است که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با هدف پرزور کردن مبارزه با سیگارکشی طرح نو قانون محدودیت استفاده محصولات تماکو را به حکومت تاجیکستان فرستاده است. سید جان دولتوف، رهبر گروه کاری وزارت تندرستی، در نشست روز 30 می گفت در طرح نو این قانون سن و سال خریداران از 18 بالا معین شده است. استفاده همه گونه محصولات تماکو از جمله چلیم نوز در بنا مؤسسه‌های ورزشی، اتحادیه دینی، انشاءات‌های مؤسسه‌های خوراک عمومی، طرفخانه، آشخانه، چایخانه، قهوه‌خانه، بوفت، انشاءات مهمانخانه‌ها و خوابگاه‌هایی که در آنها آدمان زندگی می‌کنند، میدانچه‌های کودکان، نقلیاتی که در آن کودکان تا 16 ساله حضور دارند، درآمدگاه‌های بناهای استقامتی، لیفت‌ها، گذرگاه‌های زیرزمینی و بنا و انشاءات‌های دیگری که برای آدمان دسترس می‌باشد منع کرده است. با گفته مسئولین اتحاد استعمال کنندگان تاجیکستان، سیگار عمدتاً از کشورهای قرقیزستان، کره، روسیه و قزاقستان به تاجیکستان وارد شده. نرخ میانه سیگار وارداتی 9 و سیگار محلی 2 سامانی می باشد. بر اساس آمار خدمات گمرک تا 31 مارس سال روان به تاجیکستان در حجم 189,871 دلار آمریکایی سیگار و دیگر محصولات تماکو وارد شده است.